خب سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیز، خدمت تمام شنوندگان و بینندگان پادکست کله پوک. خیلی خوشحالیم که دارید برای قسمت سوم ما رو می‌بینید و اولین دبیری هم که داریم باهاشون حرف می‌زدیم استاد ندافه. سلام. بزرگوارید. خواهش می‌کنم. به هر حال بچه‌ها خیلی شما رو دوست داشتن نسبت به ادب و احترامی که نسبت به بچه‌ها می‌ذارید و این ویژگی شاید ویژگیه که توی خیلی از معلم‌ها نه اینکه نباشه کم رنگ‌تر باشه به هر حال، ولی به هر حال خیلی خوشحالیم اینجا هستید. خیلی بچه‌ها به شما ارادت دارن. لطف دارید. یه سری سوالا داشتم که سوالای بچه‌ها بود و از ما درخواست کرده بودن که از شما بپرسیم. اول از این که شما توی چه مدرسی درس دادید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان و همچنین شما. مرسی. خدمتتون عرض کنم که من الان 30مین سال تدریسم هست، یعنی سال 76 آغاز به کار کردم و امسال سال تحصیلی 405 406 30مین سال تحصیلی هست، تدریسم هست. ببخشید خدمتتون عرض کنم تو این 30 سال من مدارسی که شروع کردم ابتدا مجموعه علامه طباطبایی و مجموعه انرژی اتمی. بله. ولی بعداً مجموعه‌های دیگه هم اضافه شد و خدمتتون عرض کنم که سال 86 از مجموعه انرژی اتمی جدا شدم، ولی با مجموعه علامه طباطبایی ادامه دادم. درسته. تا سال 92 که واقعاً خواست خدا بود که وارد استنفادها شدم. و از سال 92 تا الان توی مجموعه هلیه 1 بودم و سال فکر کنم 98 بعد سال کرونا بود که وارد مجموعه هلیه 4 شدم. ما خیلی خوشحالیم که در خدمت شماییم. خواهش میکنم. تمام. به هر حال لطفیه که خدا به ما کرده. خواهش میکنم. معلمی با همچین سطح سوادی در اختیار ماست و ما از شما تشکر میکنیم. بزرگوارید شما. تشکر. لطف دارید. به هر حال توی حالا این 30 سال سابقه تدریس که شما گفتید یه سری دانش آموز رتبه برتر داشتید، حالا اسمشون اگه یادتونه، یا یه سری اصلا استعدادهای خاص نه که رتبه برتر شدن یا که مثلا به اصطلاح طرف خواننده بوده یا الان اسمی در کرده، بازیگر شده یا هر چیز دیگه ای، اگه اینا رو معرفی کنید ما خیلی ازتون ممنون میشیم. خواهش میکنم. واقعیت اولین رتبه تک رقمی که در تجربه کاری من بود فکر کنم سال 84 بود. آقای هومن دمیرچلیو. درسته. که در دبیرستان شیخ مفید درس میخوند که البته اون دبیرستان دیگه الان نیست. سال 84 این اولین تجربه من در رتبه تک رقمی بود. بله. بعد از اون دیگه به یاد ندارم تا خدمتتون عرض کنم که سال 1400 که در همین مجموعه هلیه 1 پیام طائبی که رتبه اول را آورد و فرد دیگری که حالا اسمش بود یادم نیست که رتبه دهم را آوردن. همین بله ماهان بیهقی حالا یادم آمد. البته آقای کوشا جعفریان از هلیه 1 فکر کنم رتبه 4 بود. آقای صالحی بعد از هلیه 1 رتبه 10 بود. اینا رتبه های برتری بود که حالا توی ذهن من هست. البته یک نفر دیگه رتبه 6 رتبه 8 بود سال 86 از مجموعه علامه طباطبایی که الان واقعا حضور ذهن ندارم. اینا مجموعه از تک رقمی های بود که من تجربه در حقیقت معلمی با این بزرگان رو داشتم. حالا علاوه بر بچه هلی 4 که خیلی از شما تعریف میکنن، من با پسر عموهای شهیدی که توی علامه طباطبایی درس میخوندن یه رابطه دارم و اینها هم از شما تعریف میکنن. یعنی میخوام بگم این تعریفی که بچه ها میکنن صرفا برای این مدرسه نیست، استاد توی همه مدارس این محبوبیت رو دارن. بریم یه تیزر ببینیم، ادامه برنامه رو در خدمتتون. خواهش. آقا من اینجا گفتم تیزر میذارم، بعد فکر کردم تیزر نمیتونم بذارم. آره مرسی. خب برگشتیم. یه سوال دیگه که بچه از شما پرسیده بودن این بوده که آیا تو این سالها، تو این 30 سال لحظه‌ای بوده که بخواید مسیرتون رو عوض کنید و چی باعثش شده بمونید اگه لحظه‌ای شده که این اتفاق بیفته؟ بله خیر، واقعا من معلمی رو با عشق و علاقه انتخاب کردم. یعنی واقعا احساس کردم که معلمی در وجودمه. علاوه که خب حالا من رشته تحصیلی و مهندسی مکانیکه و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم و اتفاقا در دوران سربازی هم تجربه‌های خوبی در راستای رشته‌ام کسب کردم و امکان کار تو بعضی از شرکت‌هایی که
میتونست رشته من رو پوشش بده هم وجود داشت. حتی یکی دو تا مد نظر هنوز یادم هستش که حتی رفتم برای مصاحبه و فکر کنم تا حدودی هم مصاحبه ها رو قبول شدم. درسته. ولی عجیب بود، یعنی گرایش به معلمی اینقدر در من قوی بود که به محض اینکه خدا رحمت کنه مرحوم آقای حجاریان مدیر مدرسه انرژی اتمی از من دعوت کرد، بدون کوچکترین تعللی انتخاب کردم و از همونجا دیگه سال 76 به طور رسمی وارد این شغل شدم. و نه، در طول این 30 سال هم هیچ بار، حتی یک بار هم به یاد ندارم که خسته شده باشم و به طور جدی بخوام تصمیم گرفته باشم که از این شغل رو اصطلاحاً جابجاش کنم. نه، پس یعنی انگیزه اصلی واقعا عشق و علاقه درونی بود. حالا دیگه و باز هم خدا رو شکر میکنم که این عشق و علاقه رو در من قرار داد، چون واقعا شغل تو زندگی انسان خیلی مهمه. خیلی مهمه که و حالا اگر انسان شغلی رو که دوست نداره، حالا از روی اکراه و اجبار انتخاب کرده باشه، مخصوصا خب یه مدت زمان طولانی مثل 30 سال، خیلی زندگی زجرآور میشه. واقعا زندگی زجرآور میشه. خب البته شغل معلمی سختی‌های خودش رو داره قطعا. خب هر سالی هم که ما جلوتر می آمدیم تعاملمون با بچه‌ها خب سخت‌تر میشد. ولی با این حال اون علاقه درونی من به معلمی هرگز این فکر رو در من ایجاد نمی‌کرد که مثلا این مسیر رو عوض کنم. درست. یه چیزی که هست خیلی جالب بشه که بچه‌ها بدونن، این ویژگی اکثر معلماست که به شغلشون خیلی علاقه دارن، این که با بچه‌ها ارتباط داشته باشن و اینا. و یه سوالی همین الان به ذهن خودم رو درگیر کرد ازتون بپرسم، این که چی شد که معلم شدید؟ گفتم ببینید، ما در دورانی که من در دبیرستان مفید درس خوندم، جالب بود که بیشتر معلمای ما در دبیرستان مفید، من سال 64 وارد اون دبیرستان شدم و سال 68 فارغ التحصیل شدم. یعنی من یک سال دوره راهنمایی قدیم رو گذروندم و 4 سال هم دوران دبیرستان. جالب بود که بیشتر معلمای ما فارغ التحصیلای همون مدرسه بودن. یعنی مثلا بعضی از معلمای ما تازه 2 سال فارغ التحصیل شده بودن و این خیلی برای من جذاب بود که حتی یک دانشجو میتونه معلم بشه. یک فردی که تازه فارغ التحصیل شده میتونه معلم بشه. من فکر میکنم اون سیستمی که تو دبیرستان مفید بود تأثیر بسزایی گذاشت در روان من، یا به قول آیون در ضمیر ناخودآگاه من تأثیر بسزایی گذاشت که من این معلمی رو انتخاب کنم و به سمت معلمی برم. بله، خیلی عالی. حالا من یه عذرخواهی بکنم از کسایی که دارن این پادکست رو میبینن. خب یه سری دارن میشنون، یه سری هم دارن ویدیوشو میبینن. نور یکم کم شد به خاطر اینکه حالا داشتم بالا جوش کاری میکردم، فیوز پرید. من معذرت میخوام از شما. سوال بعدی که بچه‌ها از ما پرسیدن اینه که به نظر شما تصور بچه‌ها از شما چیه؟ حالا نمیدونم، تو خیلی برام جالبه که بچه‌ها چه تصوری از من دارن. من اتفاقا بعضی مواقع که نظرخواهی میکنن مدارس از بچه‌ها، خیلی بعضی مواقع مصمم میشم که اگر میسره این نتیجه نظرخواهی بچه‌ها رو به من بدن و اتفاقا ببینم در چه آیتم هایی من مثلا نمره کمتری دارم، در چه آیتم هایی نمره بیشتری دارم. حالا بعضی مواقع مدارس در اختیار میذاشتن، بعضی‌ها میگفتن این نظرسنجی ها بیشتر جنبه محرمانه داره. ولی اون چیزی که حالا خدمت عرض کنم فکر کنم بیشتر بچه‌ها حالا نظرشون مشترکه، مقدار میگم همون شاید برخورد احترام‌آمیز با بچه‌ها بوده. این شاید حالا مشترک بوده ولی بقیه چیزاشو واقعا نمیدونم. خیلی دوستتون دارم. نظرات متفاوته. خواهش می‌کنم. بزرگوارم. خواهش می‌کنم. لطفاً. سوال بعدی که پرسیدن خیلی جالب بود که خیلی تکرار شده بود. این بود که اگه فرزند خودتون از درس حسابان فرار می‌کرد چه جوری باهاش رفتار می‌کردید؟ حالا من فقط نصیحتش میکردم. این واقعیت امر بازم میگم، چون در بحث تحصیل علم بازم میگم یک خودجوشی خیلی من مهمه برام. اجبار و اکراه هم باز در تحصیل علم خیلی جوابگو نیست. سعی میکردم بیشتر نصیحتش کنم، ولی خب اگر قبول نمیکرد نه، هیچ گونه مثلا برخوردی بخوام باش بکنم خیر. یعنی واقعا بازم ادب استاد همینجا هم در خودش نشون. من اتفاقا فرزند دومم که رشته ریاضی بود تا سال فکر می‌کنم دهم رشته ریاضی بود، ناگهان تصمیم گرفت که وارد علوم انسانی بشه و من واقعا وقتی ازش پرسیدم انتخاب خودته، گفت آره، بدون کوچکترین اصطلاحاً تنشی رفت امتحان داد و تغییر رشته داد و اتفاقا دانشگاه هم رشته فلسفه، رشته‌ای که مورد علاقهش بود، قبول شد. و گفتم واقعا مسئله تحصیل مثل همون شغل که گفتم مسئله است که واقعا باید از یک درون بجوشه و اجبار و اکراه روش نیست. درست. یه سوال دیگه،
آیا واقعا همه میتونن حسابان یاد بگیرن؟ اگر بخوان بله. مثلا یکی مسئله خواستن، یکی مسئله توانستن. درست. توانستنش رو بله من معتقدم حسابان میتونن، حالا من درسای دیگران نمیدونم، ولی اون خواستن خیلی مهمه. حالا اون خواستن هم باز میگم برمیگرده به انگیزه ها و اصطلاحاً پیش داشت های بچه ها از این درس. ولی اگر بخواهن بله حسابان درسی است که خیلی جذاب و شیرینه به نظر من و اگر خوب تدریس بشه قابل یاد گرفتنی است برای همه. چه جواب جالبی دادی، اصلا انتظارش رو نداشتم راستش رو بگم. بله. سوال بعدی که از ما پرسیدن اینه که آیا شده که تا الان از دانش آموزی چیزی رو یاد بگیری؟ بله زیاد. باور بفرمایید بعضی مواقع شما فرمایید من بعضی مواقع از بچه‌ها اخلاق و رفتار و ادب رو یاد گرفتم. حقیقتا میگم من بعضی از مواقع اینقدر این در بچه‌هایی رو دیدم که از اونها در حقیقت یاد گرفتم، همون اخلاق و متانت و وقار و سنگینی. و بعضی مواقعی که خانواده هاشون رو میدیدم، یه روایتی از پیامبر که فرمودند فرزند صالح گلی از گلهای بهشت است که من صریحا به خانواده هاشون میگفتم واقعا این گل رو خداوند به شما اعطا کرده و شکرگزارش باشید. بله. و سوال آخری هم که ازتون دارم، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. خواهش میکنم. اگر به گذشته نگاه کنید احساس میکنید به کدوم دانش آموز کم توجهی کردید؟ شاید یکی از نکات منفی حالا من معلم باشه. خب بعضی از مواقع متاسفانه ما بعضی از دانش آموزا رو کمتر دیدیم. حالا شاید یکی خود کمرویی یا درونگرایی خود دانش آموز بوده که کمتر خودش رو در کلاس مطرح کرده. یا خدمتتون عرض کنم که شاید مثلا من توجهم بیشتر به بچه‌های قوی بوده. اینا یک سری نکته‌های منفی بوده که من در این سال‌های تجربه معلمیم داشتم که بعضی موقع واقعا خجالت هم می‌کشم که مثلا شاید نسبت به بعضی از بچه‌ها اگر توجه بیشتری می‌کردیم شاید انگیزه و نشاط و شور درونی اونها بیشتر می‌شد. البته در سال‌های اخیر، در 10 سال آخر کاریم، این موضوع رو بیشتر توجه داشتم که همه بچه‌ها رو واقعا ببینم و اسم همشون رو یاد بگیرم. مثلا من در بعضی از سال‌ها اسم نیمی از بچه‌ها رو یاد می‌گرفتم، اسم نیمی دیگر رو یاد نمی‌گرفتم به هیچ عنوان. ولی در این 10 سال اخیر تلاش این بود که در همه کلاس‌ها بتونم اسم همه بچه‌ها رو یاد بگیرم و با اسم کوچیک حتی باهاشون گفتگو و تعامل داشته باشم و به این ترتیب خدای نکرده به کسی بی‌توجهی نشه، چون مسئله عواطف و احساسات و هیجانات در این سنین بسیار بسیار مهمه. یعنی اگر معلمی نسبت به ساحت عواطف و احساسات و هیجانات بچه‌ها کم توجه باشه به نظر من به نوعی ظلم در حق بچه‌ها کرده که این به جهت قابل نقد. این که درسته، ولی بازم میگم من از سوالایی که از بچه‌ها پرسیدم، از همه حالا به اصطلاح پسراموهایی که گفتم، همه اینا میگفتن که شما به همه دانش آموزا یکسان اهمیت میدین و اینا. یعنی اون سال‌های آخرام بودم. من برادرم شهیدی که میفهمید فکر می‌کنم ما 2 سال قبل که باهاش بودیم. بعد میگم در سال‌های اول شاید این نقص تو کار من بود و بعضی مواقع انتقادهایی هم میشد. واقعا کم نقصی، شاید بی‌نقصی. من خواهش می‌کنم بزرگ بی‌نقص که به هیچ عنوان نمیشیم، ولی به هر جهت حالا دیگه تجربه است دیگه. درست. به قول بزرگان که میفرمایند بهترین استاد تجربه است. به هر حال هرچی تجربه ما بیشتر میشد تلاش می‌کردیم که نواقص رو کمتر کنیم و خوبی ها رو بیشتر کنیم. دست شما در نکنه. یه بخش دیگه رو ببینیم و برگردیم برای خداحافظی از استاد. خیلی ممنون از شما. آقا من گفته بودم اینجا یه بخش دیگه میذارم که خب از اونجایی که میدونید من بخش آماده ندارم و قدرت این که ادیت بزنم هم ندارم، این هم بخش. تبریک میگم به آقای نداب. اگه دارین ویدیو رو میبینید واقعا ازتون معذرت میخوام چون نتونستم کاری بکنم. بریم ادامه. مرسی. برگشتیم و من از استاد یه درخواست دارم، این که یه فیلم، یه کتاب و یه موسیقی به ما معرفی کنید که من موسیقی رو بذارم آخر پادکست و تموم بشه این قسمت. خواهش میکنم. واقعا در مورد فیلم، من حالا فیلمی که واقعا در من تاثیرگذار بوده و هنوزم هست، باور کنید هر وقت داشته باشم و یا شرایطی باشه که بتونم نگاش کنم، فیلم محمد رسول الله، فیلمی که آقای آنتونی کوین توش بازی کرد که سال 1357 فکر کنم اکران شد. خیلی فیلم تاثیرگذاری واقعا برای من بود. زندگی پیامبر و مسائلی که اتفاق افتاد در خط 13 سال مکه، در 10 سال مدینه، واقعا برای من تاثیرگذار بود این فیلم. خدمتتون عرض کنم که در مورد کتاب، حالا کتاب‌های مختلفی رو حالا تو ذهن من هست
ولی یک کتابی که حالا باز هم برای من تاثیرگذار بود، یک کتابی به نام زندگی و بس، مال انتشارات اطلاعات، در 2 جلده که تعداد قابل توجهی از بزرگان رو انتخاب کرده و از معنای زندگی ازشون پرسیده. درسته. و هر کدوم، حالا اونی که فیلسوفه، اونی که خدمتتون عرض کنم که زیست شناسه، اونی که معلمه، اونی که موسیقیدانه، از نگاه و از منظر خودش معنا و مفهوم زندگی رو توضیح داده. اون کتاب هم برای من خیلی مفید بود که حالا توصیه میکنم اگر مال انتشارات اطلاعات، اسمش از زندگی و بس. گمان میکنم 2 جلد، حالا من در قدیم کتاب رو مطالعه کردم، میگم با افراد مختلف با گرایش‌ها و افق‌های مختلف زندگی معنای زندگی رو پرسیده و خب هر کدوم از منظر خودشون معنای زندگی رو بیان کردن. این کتاب هم برای من به لحاظ محتوا خیلی جذاب و جالب هست. درسته. در مورد موسیقی که فرمودید، یکی از موسیقی‌هایی که خب معمولا باز میگم من وقتی خسته میشم مخصوصا با گوش کردن به این موسیقی است که مربوط به آقای عبدالحسین مختابات، تمنای وصال تو یگانه، که ظاهراً شعر مال شیخ بهایی هست. یکی از اشعار بسیار زیبای شیخ بهایی هست که به طرز زیبایی هم جناب آقای مختابات این رو خوندن، این برای من سرودن. بله که من خیلی لطف کردید که تشریف آوردید. من واقعا از شما ممنونم. به هر حال واقعا به عنوان کسی که حالا احتمالاً ما کلا 3 جلسه با هم داشتیم، منو تا الان حضوری ندیده بودیم، این لطف رو من داشتیم که قبول کردین، شرکت کردین. من از شما ممنونم. اگه حرفی با بچه‌ها و شنوندگان و بینندگان ما هست دارید بزنید و خداحافظی کنید. من آرزوی موفقیت و بهروزی واقعا برای همه بچه‌ها دارم و واقعا از همشون میخوام که از این لحظات شیرین زندگی به درستی استفاده کنن. زندگی که توأم با خردگرایی و خردورزی باشه، توأم با انتخاب‌های آگاهانه باشه، نه خدای نکرده انتخاب‌های ناآگاهانه. درسته. و سراسر زندگی واقعا توأم با فعالیت و خلاقیتی که واقعا انسان رو به بالا ببره، رو به شکوفایی ببره همراه باشه. و در صورت زندگی محدوده، نامحدود نیست. به قول ما ریاضی‌ها کران داره، زمان محدوده برای هممون، ولی باید تلاش کنیم که در این زمان محدود بهترین بهره‌وری رو از زندگی داشته باشیم. خیلی ممنونم از شما. من از بینندگان و شنوندگان عزیزمونم ممنونم که تا اینجای پادکست رو دیدن. لطفا نظراتتون رو برای پادکستی کله پوک زیر این ویدیو یا توی یوتیوب و آپارات اگه اشتباه نکنم نظراتتون رو بنویسید. توی کست باکس هم ما هستیم و خیلی ازتون ممنونم. خیلی لطف کردین که گوش دادین. من بازم از استاد تشکر میکنم و تا دیدار بعدی خدا نگهدار. خدا نگهدار. آقا دست شما در نکنه. خیلی خواهش میکنم. خیلی عالی. ممنونم. تشکر. تا کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود از هر موج چون سیل روانه خواهد به سرایت غم هجران تو یا نه ای تیر غمت را دل عشاق نشانه جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه همه جا عکس رخ یار تمام دید دیوانه نیم من که روم خانه به خانه دیوانه نیم من که روم خانه به خانه
بزنم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روم پرتاب کاشانه تویی تو، در میکده و دیر که جانان تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه، مقصود